شامتون بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 دکبر است و نخست نظر کوتاه خواهیم داشت به سرخط چندی از موضوعهای مطرح شوند. بعد از تیرپرانی مرگباری دیروزه در پراگ 23 دکبر در جمهوری چک روز ماتم ملی اعلان شده است. اظهارات ملتگرای اشدی روس درباره همراه نمودن کشورهای موجر فریست به روسیه ازبکستان را به خشم آورد. بعد راهپیمایی در کیف در قلمرو اوراسیا انجام یگان کار مفید را کی برای ما منع میکند؟ شب یلدا احیا می شود و یا تجلیل ساکنان از فرارسی شب درازترین سال در طرفخانه‌های دوشنبه. چخیا در پیوند به کشتاری 14 نفر در دانشگاه پراگ که از جانب یک دانشجوی 24 ساله صورت گرفت و این کشور اروپایی را به اضطراب آورد، 23 دکبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. در تیراندازی شام 21 دکبر اینچنین 25 کس مجروح شده و از 10 نفر آنها وزنی ارزیابی می شود. وزیر کارهای داخلی ویت راکوشان گفت جمهوری چک هیچگاه شاهدی چنین حادثه نشده است و افزود که هیچ نشانه‌ای به تروریسم بین‌المللی ربط داشتن حادثه در دست نیست. جفری گیتمین پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که قرارگاهش در پراگ است در اظهاراتی گفت رادیوی آزادی به نشان همراهی در پهلوی جامعه که زیر تاثیر حادثه تکان دهنده امروزه در دانشگاه کارل قرار دارد ایستاده است. روز 21 دکبر نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارова گفت حرفهای سیاستمدار زخار پریلپین درباره پیوستن ازبکستان به روسیه موقع رسمی مسکو را انعکاس نمی‌کند. یک روز پیش از آن نوار پخش شد که در آن زخار پریلپین هم رئیس حزب روسیه عادل میگوید مشکلات با مهاجران در این کشور را میتوان از حساب همراه کردن قلمروهای نو بخصوص ازبکستان حل کرد. ازبکستان به این اظهارات فوراً واکنش نشان داد. تایر سفر گزارش می‌دهد. بعد نشر اظهارات زخار پریلپین درباره امکان همراه کردن ازبکستان به روسیه، وزارت کارهای خارجه ازبکستان سفیر روسیه الک مالگینوف را دعوت کرده ابراز داشت که اظهارات رهبران حزب‌های روسیه با روحیه شریکی استراتژی و اتفاقچی دو کشور موافقت نمی‌کند. سفیر روسیه در نوبت خود گفت صاحب اختیاری استقلالیت و تمامیت ارضی ازبکستان هیچگاه در کشورش زیر سوال برده نشده است. چونین اظهاراتی که از جانب رسانه‌های روسی به طور گسترده ارزیابی شده است، خصوصیت اغواگرانه دارد و می تواند به مناسبت‌های دوستانه تاریخی ازبکستان و روسیه تأثیر رساند. وکیلان و منصبداران ازبکستانی نیز به گفته پریلپین اعتراض کردند. بابور بیکمورودوف وکیل مجلس عالی و رهبر جنبش ملی یوکسالیش گفت چنین اندیشه‌های سیاستمداران روس مناسبت منفی را نسبت به روسیه در میان شهروندان ازبکستان تحکیم بخشیده نفوذ این کشور را بیشتر کاهش می‌دهد. چنین عقیده ها را که پریلپین و دیگر سیاستمداران روسیه تلقی می‌کنند یک خیال بیش نیست. به کسی معقول است یا نیست ازبکستان یک کشور صاحب استقلال با صاحب اختیاری قوی است. علاوه بر این من از نام جنبش یوکسالیش که حدود 60,000 عضو دارد از مقامات روسیه دعوت می‌کنم که به چنین اظهارات تجاوزکارانه علیه یک کشور شریک توجه کنند و به آنها خاتمه دهند. هفته روان در مسکو پریلپین اظهار داشت کشورهایی که مهاجران از آنجا میآیند باید به روسیه همراه کرده شوند و به این ساکنانی که بومی میشوند در محلها زبان روسی را آموزانند. او به حیث مثال ازبکستان را نام برد. من شوخی نمی کنم. ما این بعد موضوع را تبلیغ نموده سندهای پاچخوری اتحاد شوروی را رد میکنیم. این به ما امکان میدهد در هر لحظه مناسب بگوییم که از بس که 2 میلیون شهروندان شما در قلمرو ما هستند، ما به قلمرو شما دعواگریم. زیر آنها حتی به طرفداری آن آواز دادند یا یگان شکل دیگر را اختراع کردن ممکن است. بعد راهپیمایی در کیف در قلمرو اوراسیا انجام یگان کار مفید را کی برای ما منع میکند؟ هیچ کس. در همین حال امریکا 119 مهاجر ازبکستانی را به وطنشان اخراج کرد. اینها نفرانی میباشند که با راه‌های گوناگون غیر قانونی وارد امریکا شدند. با گفته روزنامه‌نگاران شبکه تلویزیونی اوز رپورت، اکثر آنهایی که به وطن برگردانده شدند
توسط مکزیک به خاک آمریکا در آمدند. یکی از آنها به اوزریپورت گفته است که طی 3 ماه اخیر در آمریکا در بازداشت بود. به نقل او برای عبور مرز آمریکا توسط مکزیک 30 روز صرف شده به آنها وعده دادند که توسط این کشور انتقال می‌دهند و برای این $5000 پرداخت کرده است. من کمی پولی ذخیره داشتم، کمی دیگر قرض گرفتم. در 2 ماه مبلغی را که 2-3 سال جمع کرده بودم صرف کردم. برای آنکه مرا از نیکاراگوآ به مکزیک گذرانند $5000 دادم. دشواری زیاد بود. پلیس چندین بار من میکرد. ما $1,500 را همچون پاره به آنها دادیم. به من وعده داده بودند که در مغازه همچون بارکش کار کرده ماهی از $10,000 تا $12,000 درآمد خواهیم داشت. من جوانی کرده باور کردم. قبلا رسانه‌های آمریکایی با تکیه به خدمات مرزبانی آمریکا خبر داده بودند که طی 2 سال اخیر ازبکستان از روی شماره شهروندانی که غیر قانونی سرحد آمریکا را عبور کردند در جای 3م قرار دارد. همین طریق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز قید کرد در 2 سال اخیر تقریباً 14,000 شهروند ازبکستان کوشش ورود غیر قانونی به آمریکا کردند. در آخرهای ماه نوامبر سفارت آمریکا در تاشکند گفت که واشنگتن دیگر برای ورود غیر قانونی شهروندان ازبکستان از طریق مکزیک به این کشور اجازه نمی‌دهد. به جای این آنها تا انجام بررسی پرونده مهاجرتشان در بازداشت نگه داشته می‌شوند. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پرچه از صحبت گپی آزاد را می‌بینیم که این هفته درباره کاری وکیلان مجلس نمایندگان بود که تا کجا فعال هستند و مثلا تا کجا برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه صدا بلند می‌کنند. مهمانان برنامه گپی آزاد وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانов و حقوقشناس بختیار نصراللهیف بودند و اینک پاره از این صحبت. تعقیب و بازداشت و لطوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش‌ها پخش می‌شوند، نوارهای ویدئویی پخش میشن، ولی به گوش وکیلان نمیرسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمیگویند. برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود حتی صدا بلند نمیکنند. چرا؟ محترم سعید جعفر عثمانزاده، مرحمت. برعکس، هر یک نوار ویدیویی که در شبکه‌ها پیدا می‌شود، هر یک نوار پیدا می‌شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شعارهای خودگی خلق جمهوریت در بر میگیرد، همه در بر میگیرد، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می‌شود در کمیته بررسی می‌شود، به شورا پیشنهاد می‌شود، در روز دیگر علاقه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه. شما می‌توانید یک مثال مشخص بیارید؟ خب همه اون مثلا لطوکوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یکدیگر را قپیده میروند گویا که اونها در اسیر باشن، پلن یعنی اسیر باشن. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نصف روزی میخوردن و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونا را پیرسکی دیگر اونا را زد چپه کرد. تشکر. محترم نصراللهیف، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنند؟ همین سکوت اینا چی معنی دارد؟ شما چی میگویید برام؟ معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستند که اوید این مسئله کار میکنند، وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظ حقوق، امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون حقوقشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی گفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت فوجی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظ حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی منتدار هستند و خیلی راضی هستند. دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد صبح یکشنبه 24 دکامبر در وبسایت رادیو آزادی و در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود.
تجلیل از شب درسترین یا شب یلدا در تاجیکستان دوباره رایج می شود و شب گذشته در بیشتری از طربخانه های دوشنبه گروه های مختلفی ساکنان با خواندن غزل های حافظ همدیگر را از پیروزی روشنی بر ظلمات شادباش می گفتند. تجلیل شب یلدا در بیشتری از خانواده های روستایی تاجیکستان حتی در زمان شوروی پیشین معمول بود، ولی در شهرها همکنون این آیین دوباره احیا می شود. همکارم اسکندر فیروز و امیر ایسویف شاهدی گردی هم آمدن ساکنان برای تجلیل شب یلدا شدند. شام گذشته در طربخانه بانو علاقمندان تجلیل از شب یلدا میزها را برای خود بند کرده بودند. در یک گوشه این طربخانه گروهی از یایان تاجیک نیز فرارسی چیله یا شب درازترین سال را جشن می گرفتند. خبرنگار رجب میرزا معتقد است که گذشتگان ملت تاجیک برای دقیق کردن زمان تجلیل شب درازترین سال اساسهای علمی نیز در دست داشتند. متاسفانه در تاجیکستان امروز همین نشست ها کمترند یا در دایره خیلی محدود صورت میگیرن، ولی من امروز آمدم در همینجا دیدم در این طربخانه مردم مخصوص به همین خاطر آمدن. امین اصفهانی صاحبکار ایرانی تبار میگوید که مردم ایران به مثل تاجیکستانیان از شب یلدا به عنوان چیله نام میبرند. و امشب شب اهریمنیه، همه باید جمع باشن، با هم دور هم بایستن شادی کنن که اهریمن را فراری بدن. گرد آمدگان برای تبریک همدیگر با فرارسی چیله از غزلهای حافظ شیرازی قرائت کرده شب یلدا را توصیف میکردند. گفت آن یار کزو گشت سری دار بلند، منصوری حلاجا میگه، جرمشین بود که اسرار هویدا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله از شب یلدا میکرد. این شب یلدا همه وقت بود هست و میماند آغاز تمام دینها است، خواهیم نخواهیم. دیلا به باغ بیرو مشرب از انار آموز که موج خون به دل و خنده بر دهان دارد. قربانی صابر هنرمند معروف تئاتر تاجیک اظهار داشت که نووسته از پیروی به دین و مذهب مردم باید دنبال دوستی باشند که دین بهترین دانسته می شود. نه مسلمانم، نه ترسا، نه جهود، سر به حکمی عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش بیکران هست در همزیستی با دیگران. مزن بر سرگلی حسرت که رنگت زرد می گردد. فیضعلی حسن، فلک سرای مشهور تاجیک، پرویز پولادی و چند تن از آوازخوان‌های ایرانی تبار پای هم ترانه‌های مربوط به شب چیله یا شب یلدا می‌خواندند. با این وجود با گذشت بیش از 30 سال کسب استقلال، مقامات تاجیکستان تجلیل شب یلدا یا چیله را رسما به فهرست جشن‌های ملی تقویمی وارد نکرده است. به خبر کوتاه، بلال قربانعلیف عضو گروه 24 یک سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان را که از آلمان اخراج شده بود در دوشنبه دستگیر کردند. مادرش خورسندای غلام و روز 22 دکبر به رادیو آزادی خبر داد که او فعلا در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی است، ولی اتهام ضد او و شرایط نگهداریش را نمیداند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره اطلاع ندادند. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر امسال در اظهارات گفتند که وزارت مهاجرت آلمان 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان رانده است. تقریبا یک ماه باز در کجا بودن او معلوم نبود. تفصیلات خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه ها به پایان می رسانیم. تشکر که تا این دقیقه ها ما را تماشا کردید. چون همیشه خبرهای از این بیشتر را می توانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنا کلاسیک پیدا کنید. اگر خبری دارید برای ما نویسید. برایتان استراحت با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.